2, son 2, 3, 4. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. من دوست داشتم باهات برمیگشتم، ولی اگه هر موقع که عوض میکردی منو کتک نمیزدی اون موقع میتونستم همراهت بیام استانبول، حتی اگه برام یه ذره پدری کرده بود. همه این آدم ها از من متنفرن، ولی من تنفرشون رو به محبت تو ترجیح میدم. به منو خوب بکن، وگرنه بعدا خیلی پشیمون میشی، آواره میشی. من راضیم، حتی تاریک‌ترین خیابونم برام آینده روشنی داره. پس یه روز با اجزوال توماس میای در خونه. ببین منو، اگه یه بار دیگه به این جزیره بیای نمیذارم زنده بری. گم شو. ببینم وقتی تو بدون خبر به صادق و گورکم رفتی اونام نگرانت شدن و سراغ تو رو از من گرفتن. ترسیدین یه بلایی سر خودم بیارم؟ نه، یعنی خب اونا ترسیدن، ولی وقتی منم تو اون حال تو رو دیدم نگرانت شدم. نه، من زندگی رو بیشتر از مشکلاتم دوست دارم. خیالتون راحت. پس فردا بیا مغازه من. واسه چی اون وقت؟ تو مغازه من شروع به کار کن. دقیقاً اینجوری همه مشکلاتمون تموم میشه میره. یعنی یکم از مشکلاتت. آلپر، من با تو کار نمی کنم. شب خوش. باشه. پس میخوای چی کار کنی؟ کاری که همیشه میکردم. تنهایی رو پای خودم وای میسم. کاش شکایت میکردی. به نظرم نیازی نیست. چیزی که میخواستم و گرفتم. راستی من خبر نداشتم. آیدیل واسم تعریف کرد جریانات بین تو و پدرت. خیلی هم مهم نیست. خب مثلا وقتی من بچه بودم همش منو میزد، بعدش میرفت بستنی میخرید با میوای ارگانیک، یه بستنی گنده با کیفیت. یادم یه بار منو برده بود لونا پارک، ولی در اصل رفته بودیم اونجا آدم بکشه. از من به عنوان اینکه حضورش طبیعی جلوه کنه استفاده کرد، ولی با این حال خیلی خوش گذشت، باحال بود. بلا به دور. از تو هم خیلی ممنونم. باشه، کاری نکردم. به یه انسان دیگه کمک کردم.
تو به پویراز خبر دادی؟ آره اون به نظرم رسید. خیلی ترسیدی؟ پویراز اگه اتفاقی برات بیفته من میمیرم. تو با هم باشی هیچ اتفاقی واسم نمیفته. مدام منو شوکه میکنی، میدونستی؟ رفتارت با دشمنت شوکم کرد. شاید اگه تو نبودی نمیرفتم. نه میرفتی، چون تو ذاتت همینه. هر قدرم که بهت بدی بشه باز تو جوابشو با خوبی میدی. اما به نظرم دیگه باید یه سری چیزا عوض بشن. یعنی خوبی هم باید اندازه بدی مصری باشه. شاید که مایه عبرت بعضیا بشه. منم خودم یاد گرفتم، کسی اینو یاد من نداده. آدم با تجربه کردن یاد میگیره، هم خوبی و هم بدی و شاید یه روز آیدیلو با تو هم یاد بگیرن. نمیفهمم واقعا این مجله پجله از کجا پیدا شد نصف شبیهان؟ ما این وقت شب داریم اینجا چی کار میکنیم؟ اون وقت خالم کجاست معلوم نیست. مگه تو خالتو نمیشناسی؟ تو رو خدا اون الان فکر میکنه ستاره است و میخواد همه کاراشو انجام بده. ما هم باید مثل اسکولا کار کنیم و همه کارا رو انجام بدیم. آره نه دخترم، این کار اسکولی نیست. ما این کارو میکنیم چون یه خانواده هستیم. همه رو ناراحت میکنه، دل همه رو میشکنه. بعدش که کارش را بیفته هیچکی اندازی اون خوشحال نیست. ببین مثلا حاضیران و پویراز میتونستن با هم ازدواج کنن و خیلی هم خوشبخت باشن. تو بابا هم اوایل ازدواجتون خیلی خوشبخت بودین؟ نمیدونم، حتما خوشبخت بودیم. بابات اومد گفت بیا با هم ازدواج بکنیم، منم قبول کردم. من خودم نتونستم لباس عروس برای خودم انتخاب کنم. خب مامان بزرگت گفت ما رسم داریم، باید لباس عروس من رو بپوشی. منم قبول کردم. ولی حالا میبینم هیچ وقت نشد بابات یه شاخ گل برام بیاره. یعنی هر چی دارم هی فکر میکنم یادم میاد. خب هیچ وقت نشد که با هم دیگه یه شامی چیزی بریم بیرون. حالا میفهمم نادون بودم دیگه. بدون اینکه یه حرف قشنگ بهم بزنه باهاش ازدواج کردم. حالا رفته دیگه، ولی خب نمیتونم در حقش بی‌انصافی کنم. بابا تو رو به من داده که قشنگترین دختر دنیای، خدا رو شکر خیلی قشنگی. خب حالا میخوای چی کار کنی؟ منظورت اینه که چی کار میخوام بکنم یا چی کار دوست دارم بکنم؟ دوست داری چی کار کنی؟ میخوام تو رو بغل کنم و بخوابم. پس الان چی کار میکنی؟ هنوز بهت نگفتم. میخوام سعی کنم برکی که میخواستم باهاش سورپرایزت کنم و بپزم. برک؟ نخند دیگه، برای چی داری میخندی؟ قراره تو درست کنی؟ بله، اما جزئیاتشو نپرس باشه، فردا که بشه همه چی معلوم میشه. فکر کنم افکارمونم شبیه هم شده دیگه. میخوای بگی کمال همنشینی در من اثر کرد؟ مگه این برای اخلاقای بد استفاده نمیشد؟ تو فکر کردی من الان میدونم چی دارم میگم؟ تا صبح چیزی نمونده. بریم سر کارمون. شایدم اگه وقت کردیم. با خیال اون لحظه ها میخوام کار کنم. منم.
bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık sırrını kuşatır. Çek aşkını da canın pahasına, savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. قرار سادهیه. فردا صبح عکس‌ها رو بده، خواستتو بگیر. Siyahıma beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verseler de ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör oğlu, bir ayvaz. Sana yazmayınca harflerim metalik. Yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Susar bütün müzik. Artık anla, bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. بعضی از قهرمانان لباس خاصی نمی پوشن، پیشامه می پوشن و مرهمم میزنن. وقتی دنبال من می اومدی اینجوری شد مگه نه؟ تو به زخمای من کرم زده بودی، الان نوبت منه. درد میکنه؟ چرا همچین خوبی در حق من کردی؟ گفتم که یه موضوع انسانی بود، هر کسی بود. هر کی بود همین کارو میکرد. نه این کارو نمیکرد. تا امروز هیچ کس این کارو نکرده. خب بالاخره هر چیزی یه اولی داره. خب دیگه به نظرم کافی. دستت درد نکنه. ممنون. تو رو فراموش نمی کنم. میخوای بری؟ بمونم؟
فقط خواستم بدونی که پا پس نمیکشم. منم از حرفی که زدم بر نمیگردم. خوبه، منم از حرفم بر نمیگردم. خوبه، پس مشکلی نیست. قبوله. حاضیران و پویراز نمیتونن با هم باشن هیچ وقت. داداش صبح شده. بیدار شید صبح. ساعت چنده؟ 9 صبح. 9؟ آخه چرا زودتر بیدار نمی کنی؟ خیلی دیرم شده. چیکار کنم؟ خب خیلی خوب خوابیده بودی. پویراز تو کجا میری؟ گرچه نمیتونم برسونم، دیرم شده. تو کجا داری میری؟ هیچی، منم یه کاری دارم. تو کجا میری؟ من امروز یکم درگیرم، یعنی اگه زنگم بزنی نمیتونم جواب بدم. حداقل بگو کجا میری. میگم بهت. دوستت دارم. دوستت دارم. نمیای بیرون؟ نرفتی که؟ این باتوی ساکت اصلا باتوی قدیمی نیست، عادت ندارم. دارم سعی میکنم واقعیت ها رو درک کنم. یعنی تموم شد. الان من آزادم. از طرفیم خب بدترین آدم دنیا بود، ولی یکی بود و تو زندگیم بود. الان هیچ کسی تو زندگیم نیست. الان دقیقاً آدم بی کسی هستم. من الان دیگه بی کسم. به خدا کلاً بی کس شدم. ولی مشکلی نیست. نه به خاطر اینکه مشکلی باشه، ولی یه حس عجیبی دارم. چرا بی کسی؟ مگه من نیستم؟ یعنی هستی؟ نیستم؟ میگی هستم. اینجا همیشه یه ترسی بود. خیلی هم جای بزرگی رو میگرفت. الان انگار اون رفته. وقتی اون رفت یه جای خالی درست شد. من چی رو باید بذارم اونجا؟ نمیدونم. عشق بذار. حاضیران اتفاقات زیادی افتاده، ما بازم جدا شدیم. بیرجیک منو ببین، تو کاری بدی نمی کنی که مگه نه؟
تو سفارش داده بودی درسته؟ چی؟ نفهمیدم. با تو نبودم، با شما بودم. آره همچین چیزی. کار بدی نمی کنم. نفهمیدم. با شما نبودم، با تو بودم حاضیرم. کجایی تو بیرجیک؟ نکنه داری تو مغازه ملیسا کار میکنی؟ میدونم چی میگی، حرف درسته، ولی این واقعیت ماجرا نیست حاضیرم. تو کجایی؟ بیا اینجا برات تعریف کنم. نه من الان نمیتونم بیام. بیرجیک شاید من الان تو سخت‌ترین امتحان زندگیم قرار دارم. برام آرزوی موفقیت. من که نمیدونم چیه، ولی امیدوارم که موفق بشی. امیدوارم، وگرنه میشینیم تا فردا گریه میکنیم. منم کم مونده دیگه گریه کنم. وایسا منتظرم بمون با هم گریه کنیم. چی؟ باشه میبوسمت. برام آرزوی موفقیت کن. میبینمت. میبوسمت عزیزم. با شما نبودم، ببخشید. نوش جان. ملیسا فکر کردم تا هستی اومده ولی دادی به یکی دیگه. درسته، من دیگه اینجا کار نمی کنم. حیف شده، همین الان اینجا رو خراب کردن. این موقتیه، درست میشه. شما بازم بیاین همینجا باشه. سلام خاله عالی. اینا کجا موندن؟ ببین ساعت چند شد آخه. اینا چه جور مجله‌ای هستن آخه؟ هر کی ندونه فکر می‌کنن بزرگترین مجله اروپا است. کجا؟ اینقدر حرف نزن دیگه. باشه بابا. الان همش خراب میشه به خدا. ببین چقدر دارم برات قشنگ میزنم. ای بابا همشو میمالی به این ور اون ورا. خیلی خوب. وای ای بابا. ای خدا. زینب تو رو خدا وایسا، از دستت خسته شدم، بس کن دیگه لطفاً. چشم زدن. من چقدر دیگه باید اینجا بمونم؟ دست درد نکنه. 40 سال یه بار یه چیزی ازت خواستم برین. باشه خب همتون برین. تو هم ول کن. اونو بذار زمین ببینم. ول کن دیگه. چیو ول کنم؟ ای بابا این عکاس کجا جا مونده؟ باشه صبر کن، یکم دیگه میاد دیگه. اینجا چی کار میکنه؟ این ماشین داداش پویرازه؟ یعنی عکاس داداش پویرازه؟ نه دیگه چی؟ تعجب. شوک. پس چیزی که دیروز میخواست بگه همین بوده. تو اینجا چی کار میکنی؟ سلام، برای مجله عکساتونو من میگیرم. عالیه جان، مهمونی که اومده دم در رو بیرون نمی کنن. گوش کن ببین چی میگه. حالا ببین مشکلش چیه که تو رو تا بیمارستان کشونده. گوش کنیم ببینیم چی میگه. باشه؟ نه پس من میرم. عالیه تو رو خودت چی میگی؟ میخوای از خونه خودت بری؟ پس اون بره، وگرنه یه بلایی سرش میارم. تو رو خدا ول کن، من حلش میکنم. باشه تو خودت اذیت نکن، ول کن من حلش میکنم. دخترم بیا تو نترس. سلام به همه. بذار ببینم میتونه این همه مادر شوهر تحمل کنه. حالا ببینی. به خاطر پویراز. آخه هممون عقل و منطق داریم. آخه پویراز کجا و عکس گرفتن از من کجا؟ زینب میشه یکم ساکت باشی؟ داره میشنوه. چی داری میگی؟ میشنوه که بشنوه. خب چی کار کنم؟ من نمیتونم با تازه کار کنم. مجبوری. خب این عکاس عکسارم قراره تو مجله بذارن. یه چیزی بهت بگم، حتما اینو از مجله نفرستادن. این خودش موزیانه رفته یه چیزایی سرهم کرده. برای چی؟ برای اینکه بخواد خودش این وسط بنازه. ولی نه من نمیدونم. من به این راحتی راضی نمیشم. خاله جون خب معلومه که داداش پویراز میخواد میونشو با تو درست کنه. خب چرا اینجوری میکنی؟ ما با هم میونه نداشتیم، هیچ وقت هم قرار نیست داشته باشیم. هیچ وقت. به خاطر حاضران. بازم سلام خاله جان. خاله عالیه.
خودت میخوای بشینی؟ از اینجا شروع کن به همه الکل بزن. اونجا شیرینی هم هست، شیرینی بگیر. نه نمیشینم. بله الان میارم. البته که الکل میزنم. باشه بگذاریم تمومش کنیم. کنسل شد. من نمیخوام. یالا بریم ببینم. نمیخوام، پشیمون شدم. باشه جمع میکنیم. اروپا این حرفا هم بیخیال، مهم نیست. جمع میکنیم، از صندلی‌ها شروع میکنیم. جمع کنیم. پویراز هم ما رو میرسونتمون. خوبه؟ یالا دخترم تو هم لباسا رو جمع کن. زود آینه رم برمیدارم. یالا باشه میخواد بگیره. خب باشه اگه میتونه بگیره، ولی من الان اعصابم به هم ریخته. باید یکم حالم بهتر بشه. یه 5 دقیقه به فرصت بدی. الان سرم گیج میره، نمیتونه. اینو درست کن. خاله عالیه جون بفرمایید. تموم شد. شما چی؟ زود میشینی دخترم. قهوه رو درست کن ببینم. نه البته که نمیشینم. باشه من قهوه درست میکنم. الان درست میکنم. خب چطوری میخورید؟ من کم شیرین میخورم دخترم. من ساده میخورم. من کم شکر میخورم دخترم. من نمیخورم. نه میخورم. کم شکر میخورم. تصمیم گرفتی خاله؟ شکرش متوسط. یه دونه قند بذار توی نلبکی برام بیار. 1/3 یه قاشق شکر. بهتر برای فراموش نکردن اینا رو بنویسم. خاله عالیه جان، شما قهوه‌تون رو چطوری میخورید؟ تو برای اون نصف قاشق شکر بریز ولی قهوه زیاد باشه. نصف قاشق شکر ولی قهوه‌اش زیاد باشه. یکی هم 1/3 قاشق شکر، یکی هم ساده. خوبه. از پایین بگیر دیگه دخترم. گرفتی؟ خوبه. باید از سمت چپ یکم نور بگیرید. آی بابا من نمیدونم از کجا باید نور بگیرم. ماشاءالله مثل مانکنای قدیمی. ماشاءالله. یعنی چی قدیمی؟ مانکنای قدیمی رو گفتم دیگه. سکسی بودن. گفتم سکسی شدی مثلا. از پایین بگیر دیگه ای بابا. یکم برگردین سمت چپ، اینطوری بگیرم. گیر داده به سمت چپ، انگار خیلی حالیش میشه. خاله شما اتفاقا خیلی خوب سر در میاریم. بهتره یکم آرومتر باشیم. آروم باشه. من اصلا تو زینب همچین چیزی ندیدم. یقه لباس خیلی خوشگله. اگه میشه اونو یکم بیشتر نشون بدین. هی بابا تو در مورد اینکه چطوری من باید جس بگیرم دخالت نکن. تنها این لباس منم و خودم خوب میدونم که چطوری باید شکلش رو نشون بدم. یالا بگیر. زود باش دیگه، زود باش. ای وای، خدا رو شکر رو زرم دیدیم فاتح جان. به زینبم رسیدم. شما رسیدی شهردار. من چی کنم؟ نمیتونم مغازه رو ول کنم. چطور دل نهی رو به دست بیارم؟ من زودتر باز یکی رو پیدا کنم. بیا تو. خوش اومدی ملیسا جون. بیا تو. بیا. سلام به همه. سلام داداش فاتح. سلام دختر خوشگلم. بفرما بشین. انگار دفتر خودت. راحت باش. خیر باشه ملیسا جون. چی باید شده بیا اینجا؟ چجوری میتونم کمکت کنم؟ من مغازه رو دادم دست یکی دیگه. الان دنبال کار میگردم. اومدم بگم حواستون باشه اگه کاری پیدا شد لطفاً بهم خبر بدین.
چی داری میگی تو ها؟ من یکم پیش دقیقا 3 ثانیه قبل تو فوری گفتم به یکی نیاز دارم. جدی میگی؟ دیدی فرصت شغلی خودش پیش اومد. من زیاد تجربه ندارم ولی باشه خودم همه چیو بهت یاد میدم. تو بیا زودتر شروع کنی. راستش خیلی خوب میشه، فقط یکم یهویی شد. ولی خب من فرصت انتخاب ندارم. باشه امتحان میکنیم داداش فاتح. مبارک باشه دختر خوشگلم، مبارک باشه. ممنون. آی هنوز تموم نشده؟ خیلی کم مونده، داره تموم میشه. زینب خانم اگه میخواین این منظرم پشت شما باشه، شاید داستان اینم بخواین تو مجله بگین، آدما خوششون میاد. لباسی هم که تنتونه برای این داستان خیلی مناسبه. داستان چیه؟ من توی کار سابقم، یعنی توی استانبول تا شب برای کار اونجا میموندم. خب میدونید که توی استانبول کار تمومی نداره، هر چقدر بمونی بازم هست. برای همین من حتی وقتی که کار نداشتم برای رئیسام چای و قهوه میبردم تا چند تا چیز بیشتر یاد بگیرم. ولی خب اونم سوء استفاده میکردن دیگه. داستان 2 تا عاشق. اون زمانهای قدیم 2 تا عاشق بودن و می اومدن اینجا برای اینکه همدیگر رو خبردار کنن. پارچه های رنگی می بستن به درخت‌ها. بعدش اون پرنده ها می اومدن رو اون پارچه ها می شستن و سر و صدا می کردن. این اطراف هم گلای رنگی باز می شدن. یعنی عشق 2 تا عاشق اینجا رو رنگ می کرده. من خیلی خرد شدم، خیلی زیاد خرد شدم. خب موقع دانشگاهم خودم کار می کردم تا محتاج کسی نباشم. خب زندگی کاری به عنوان یه زن خیلی سخته. همه گرگن. وقتی یکم ضعف میبینن سعی میکنن سوارت بشن. اگه کارتونم خوب باشه پشت سرتون حرف میزنن و حق خوری میکنن. میدونین حتی یه بار رئیس من پروژه‌ای که من تا صبح رو اون کار میکردم و جوری به مشتری معرفی کرد که انگار فکر خودش بود. من برای اون تا صبح تلاش کردم، زحمت کشیدم. بعدش هم نشستم تا صبح گریه کردم. اما مقاومت کردم، همیشه مقاومت کردم. من الان کاری که اینجا دارم و دوست دارم. اینجا رو خیلی دوست دارم. آدمای اینجا رو دوست دارم. من اینجا خوبی واقعی رو یاد گرفتم. یکی از اون 2 تا عاشق از بس گریه کرده کور شده. بعدش دیگه نتونستن همدیگه رو ببینن و اینجا اینطوری شده که میبینین دیگه نه پرنده ها اومدن اینجا، نه گلای رنگی باز شدن. اینطوری اینجا فقط گیاهای بیرنگ و رو مونده. خب چرا اینقدر گریه میکرده؟ مشکلش چی بوده؟ چون که نتونستم به هم برسم. چرا؟ مادرش دختره رو به اون پسره نداده. اون دخترم اینقدر گریه کرده که کور شده. بگذاریم. خب آخر داستان انقدر بد تموم میشه. اما خب داستان اسم اینجا همین بوده. یه زمانی اینجاها مثل این لباس رنگارنگ بوده. پس نتیجه میگیریم وقتی عشق نباشه همه جا بیرنگ و رو میشه. ولی مامان وقتی عشق باشه همه چی رنگارنگ میشه مگه نه؟ آره دختر قشنگم. خاله عالیه، منم براتون سوبورک درست کردم. تو سوبورک درست کردی؟ خیلی دوستش دارم. توی این جزیره بهترین سوبورک رو من درست میکنم. همه سوبورکای منو خیلی دوست دارن. همیشه با هیجان منتظرم من بورک درست کنم. من این بورک رو بهتر از هر کسی درست میکنم. خاله عالیه از این به بعد با هم درست میکنیم، نمیشه؟ تو دیروز اومدی آشپزخونه من تا طرز تهیه اینو بدوزی مگه نه؟ آره گفتم
شاید خوشتون بیاد. خواستم سورپرایزتون کنم. نریمان دارم بهت میگم این دوست زود بنداز بیرون. آلیه بس آروم باش بسه. هیچ نیازی نیست، من خودم میرم. متاسفم. وای خاله جونم مثل ستاره‌های هالیوودی خیلی خوبه، خیلی. حالا که همه چی آماده است منم یه چند تا عکس بندازم، بعد هشتگ بزنیم گورکم بیوتیفول جنتلمن. چطوره ها؟ زینب اگه بازم برای پویرس قیافه بگیری من دیگه نمیدونم چی بهت بگم. تو دخالت نکن تو کار من، اون جدا این جدا. اینه کی قراره پخش بشه؟ هفته بعد. خوبه. تو میفرستی به سلما، اونم میفرسته برای من یه نگاه میندازم، از بینشون انتخاب میکنم. تا اونجوری دل بخوای نمیتونی انتخاب کنی. بله هر طوری که شما بخواین. باشه. دست همتون درد نکنه، همکاری خوبی بود. میبینمتون. زود نمیتونی بذاری بری چون که فردا میخوامت، باید ازم عکس بگیری دیگه. فرار کردن سخته. گورکم به صحنه میاد، ببین چی میشه. دست درد نکنه داداش پویرس، عاشقش شدیم. باشه یالا جمع جو کنیم، زود باشید. مامان ببین همه این کارا رو به خاطر آبجی ها زیران کرده. عشق خیلی چیز خوبیه. خیلی. من یه کار کوچولو دارم باید برم انجامش بدم. شب میبینمتون. باشه. آلی دختره رو ندیدی فقط برای اینکه کاری کنه تو دوستش داشته باشی دست و پاش میلرزید. کم مونده بود از سال بره ولی بازم سر پا موند. خب حالا چی کار کنم؟ ببین چشماش باد کرده بود، بیدار مونده بود. تو بتونی چیزایی که خوشت میاد و درست کنه. بچه نیستی که، تو همینو میدونی. اینقدر زحمت کشیده بریک درست کرده، نمیبینی که نمیبینی عروس من؟ برای من یه لیوان آبم نیاورد. اون برای اینکه تو رو راضی کنه ریز کرد اومد خونت، طرز تهیه تو رو نگاه کرد. انصاف داشته باش بس سالیه. وای هنوزم که قیافه گرفتی زینب، باورم نمیشه. تو دخالت نکن. یالا جمع کنیم بریم. لجبازی دیگه، لجباز. ببینم چی شده؟ من نرسیده تموم شد. زکی اوزوندال صاحب مجله هستم. ببینم پویراز کجاست؟ پویراز یکم پیش رفت. برای شما خیلی تلاش کرد، معلومه خیلی دوستتون داره. اون خیلی زحمت کشید. اصلا فکرشو نمی کردم حق نگاتیو همه عکسشو بهم بده. من چند سال دنبالش بودم، بهم نمیداد. چند 100,000 لیر ارزش داره. به خدا نمیدونم چی بینتون هست ولی قدرشو بدونید. از من گفتم بود. اینا رو میذارم اینجا. کار آسونیه، 2 روزه یاد میگیری چونتو. منتظر خاله سلما هستی؟ نه. تو از کجا میدونی ها؟ من فقط دارم به مردم نگاه میکنم. هممون فراموش میکنیم این جزیره کوچیکه نه؟ آره خب این کارا واسه شما جوونا خیلی آسونه. یعنی عاشق میشین، خوشتون میاد و بعدش هم دوست میشین. تو سن ما اینطوری نیست. به خدا واسه منم اینجوری نیست داداش فاتح. این کارا تو هر سنی سخته. چرا لجبازی میکنی؟ کدوم لجبازی؟ ببخشید داداش فاتح. سلام. من بیرونم. از دیروز هی دارم زنگ میزنم، پیام میدم، نه جواب میدی نه پیام میدی. میگم بیا بریم با هم کار کنیم، بالا سر آشپزخونه وامیستی دیگه. بعد از همه این اتفاقا بیام با تو کار کنم؟ تو هنوزم فکر میکنی همچین چیزی میشه آلپه؟ ببینم تو اینجا واقعا میخوای چی کار کنی ها؟ آره مگه چیه؟ مزخرف نگو دیگه. داداش فاتح چیزه، ببخشید از همین روز اولی واقعا این کار تو هر سنی سخته.
هیچ کس برای مامانم گل نخریده. من برم تو. برای شامم کسی نبردتش بیرون. حتما کسی هدیه‌ای هم براش نگرفته. ببین اگه مامانمو ناراحت کنی، اگه مامانمو اذیت کنی، اگه کارایی که لایقشو انجام ندی، من میدونم و تو روزگارتو سیاه میکنم. اصلا حرف نزن، همه چیو خراب میکنی. دیگه بریم بین خودتون حلش کنین. ولی ببین حواسم بهت هست. داداش فاتح. ملیسا واسم شانس آوردی که چی شده؟ راضی شد بالاخره. نیر اجازه داد. من نفهمیدم چی شده. قراره با سلما بریم شوم بزنیم. با سلما. خدایا شکرت. حداقل شما خوشحال باشین. تبریک میگم. خدای تو. یالا ببینم با تو. دوست دختری که دوستش دارم دوستم داشته باشه، نه به دختری که دوستش دارم. خب چجوری به دختری که دوستش دارم حرفامو بزنم؟ خب ببینیم چی نوشته. 12 توصیه برای کسایی که میخوان با دخترها حرف بزنن. به دختری که دوستش دارید زود حرفاتونو بزنید. خب بدید ما به جای شما حرف بزنیم. چجوری؟ بذار ببینم. پیشنهاد ازدواج زیر دریا؟ نه بابا. پیشنهاد ازدواج زیر آب؟ بالون تو کاپادوکیا؟ نه. بلیت 2 نفری برای مارسا؟ نه. این خوبه. باشه. خیلی خوبه. Olur ya, ben yaparım bunu. حاضران؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ پویراز من خیلی تلاش کردم. باید میدیدی همه چی رو امتحان کردم، تلاش کردم، اما به هم ریختم همه چی رو. وایسا ببینم. آروم باش. تو از چی داری حرف میزنی ها؟ خانوما دور همی داشتن. خاله عالیم بود. ما با هم چایی و قهوه خوردیم. همه چی رو به راه بود. منم لحظه آخر برک آوردم. برک مخصوص رو درست کردم. سعی کردم شبیه مال خاله عالیه باشه، برای اینکه دوستم داشته باشه. خواستم خوشش بیاد، اما بازم منو بیرون کرد. بازم عصبی شد. پویراز به خدا برای اینکه دوستم داشته باشه هر کاری از دستم برمیاد کردم. باشه عشقم، باشه. تموم شد دیگه. باشه. دوتامونم یه چیزو تجربه کردیم. یعنی چی؟ منم رفتم پیش مادرت. برای یه مجله واسش یه عکاسی جور کردم، اونم با طراحیای خودش. عکساشو گرفتم اما اصلا راضی نشد حتی تو صورتم نگاه کنه. پویراز ما باید چی کار کنیم؟ خاله عالی هست، میخواد منو ببینه. میخواد ببینه؟ آره ببین. تا یه ساعت دیگه خونه من باش. عالیه. باشه، پس امروز زیادم بد نبوده. راست میگی؟ میبینیم دیگه. وای این چه دریه دیگه آخه. من درستش کنم.
اوستا وقتی اینو نصب می‌کرده پایینشو شکونده. برای همین همیشه گیر میکنه. با گذشت زمان عادت میکنی. شبت بخیر. بالاخره منم عادت میکنم. حالا میبینی. برو به آلپرم بگو. دوتاتونم میبینید که موفق میشم. میدونم موفق میشی بیریجیک، ولی کاش اینو نه به خاطر انتقام، به خاطر خودت انجام بدی. بعدشم خودت برو به آلپر بگو. من تا وقتی مجبور نباشم با اون حرف نمیزنم. اون تو رو انتخاب کرد، خواست خوشحالت کنه. مزخرف نگو. خودت برو ازش بپرس. اگه تو ببخشیش اون میدوه سمتت. از اولش هم آلپر گناهی نداشت. باید از من عصبانی باشی. عصبانی هم شدی، حقم داری. ولی ببین، تو همه چی موفق شدی. تو برنده شدی بیریجیک. لذتشو ببر. میشه 5 دقیقه با هم حرف بزنیم؟ شبتون بخیر. صورتتو بگیر بالا، تو صورتم نگاه کن. بذار با هم قشنگ حرف بزنیم. خیلی ممنونم به خاطر عکاسی مجله. معلومه خیلی تلاش کردی. منم خیلی خوشحال شدم. واقعا تا حالا همچین چیزی رو تجربه نکرده بودم. افتخار کردم. یعنی برای همین خیلی متشکرم. بوره که تو خوردم. کم و کسره، ولی تلاش کردی. میدونم چرا این کارو کردی. خوشم هم اومد، چون که سعی میکنی خوشم بیاد ازت. داری تلاش میکنی من دوست داشته باشم. هر کسی این کارو نمیکنه، ولی تو این کارو میکنی. اصلا دست بر نمیداری. آفرین، از ته دل به تبریک میگم. حاضران رو باید بهتر بشناسی، چون زمان کمی با هم بودین. از وقتی اومده اینجا خیلی عوض شده. جزیره اونو عوض کرده، تو اونو عوض کردی. پای راست حالا کسی رو توی دلش راه نداده. یعنی میتونم بگم در این مورد بی تجربه است. اون یه ترسایی داره، نمیتونه از این جزیره بره بیرون. بیرونم نمیره. عوض شدن خوبه. حاضران خودش متفاوته. رویاهای خارج از کشور داره. نمیدونم، خب مثلا نقشه های کاری داره. دختریه که دوست داره بره رستورانای لوکس، سینما و همچین چیزایی. اینا رو فراموش نکن. فکر کن یکم. کل عمر و زندگیت باید تو این جزیره بگذره. اینجا نه بزرگ میشی نه کوچیک میشی. تو هنوز یه غریبه، چیزی نمیتونی. یه زمستون اینجا باش، بعدن میبینی زندگی تو اینجا چقدر سخته، مخصوصا برای یه دختر شهری. اینجا انگار زمان وای میسه. باید به همه اینا فکر کنی. تو آدم با دل و جرأتی هستی، در این شکی نیست. هرچی که بخوای و به دست میاری. اما پویراز برای حاضران آدم اشتباهیه. من درکت میکنم. هیجان زده‌ای، رویاهایی داری، میخوای با پویراز خوشبخت بشی، ولی نمیتونی بشی، چون که تو آدم درستی نیستی. نمیتونی هم باشی. لطفاً از لجبازی کردن دست بردارین، خواهش میکنم. به عنوان یه مادر بزرگ التماست میکنم، خواهش میکنم، بذار منو ول کن.
من نمیتونم تحمل کنم و ناراحتی اونو ببینم. خیلی عذاب میکشم. لطفاً هر کاری بخوای میکنم، هر کاری. کافیه که اونو ول کنی. پویراس، دخترمو ول کن. اون نمیتونه اینجا خوشبخت بشه. من میدونم، من دخترمو میشناسم. تو دخترمو نمیشناسی. شما آینده‌ای با هم ندارین، نمیتونین داشته باشین. ببین دارم سلامتیمو از دست میدم. اگه من بمیرم ناراحت میشی؟ یا از اینکه بلایی سر زینب بیاد عذاب میکشین یا نه؟ همه با هم داریم اذیت میشی. لطفا این اذیت رو تموم کنی. لطفا. التماست میکنم. واقعا دیگه نمیتونم، قدرت تحملشو ندارم. خواهش میکنم. ببین شما جوونید، خدا میدونه چیا قراره تجربه کنید، ولی دیگه این کارو نکنید. این همه آدم اذیت نکنید. با ایراز التماست میکنم جدا بشید. جدا شی. گیریم که بخشیدمت. بعدش چی میشه؟ سلام بریجیک. جواب منو بده، کنجکاوم بدونم. مادرم همیشه به هم میگفت هیچ وقت کسی رو ناراحت نکن، ولی بعضیا رو ناراحت کردم. تو رو، ملیسا رو. اشتباه کردم. نمیخواستم اینطوری بشه. واقعا پشیمونم، ولی این داستان پایان خوشی نداره. حتما یکی ناراحت میشه. در جواب سوالی که پرسیدی، من سالهاست که ملیسا رو دوست دارم. خب این حس بعضی وقتا کم شد، بعضی مواقع زیاد، بعضی مواقع هم رفت و نیست شد، ولی همیشه واقعی بود. حقیقت اینه و من هیچ کاری در این مورد نمیتونم بکنم. تو رو دوست دارم، ولی زمانی بود که به اون فکر نمی کردم، ولی من بهش فکر میکنم و دوباره همه چی خراب میشه. گفتم که もう一回のもっとそうよく Ama emin olun همه ناراحت‌تر منم که همه چی رو از دست میدم. آفرین شارژ. الان موقع تموم شدن آخه. ملیسا چی کار میکنی ها؟ ملیسا آروم باش ملیسا. با هم حرف بزنیم ملیسا ها؟ همه چی رو به راه میشه، باور کن.
تو حق داری، همه چی یهویی شد، ولی خب واقعا نمیدونم چی بگم. هیچ امیدی نداشتم. گفتم شاید تو هم یکی دیگر رو دوست داشته باشی. سعی کردم یکی دیگر رو دوست داشته باشم. فکر میکنی یکی دیگر رو دوست دارم؟ من تو رو دوست دارم. همیشه تو رو دوست داشتم. آلپر، تو اینجا چی کار داری؟ چی؟ اون تو رو انتخاب کرد. خواست خوشحالت کنه. برو از خودش بپرس. اگه ببخشیش با کمال میل میاد پیشت. داداش دقیقاً ساعت 9. الان 3 دقیقه مونده. دقیقاً 3 دقیقه بعد. نه دیر نه زود. دقیقاً ساعت 9. نه الان داره میاد. خب پس من قطعش میکنم داداش. سپردمش به خودت دیگه، حلش کن. خیلی خوب. این دفعه دیگه هدفت چیه؟ چه خبر؟ از چه خبر باتو جون؟ چه خبر؟ به خاطر اتفاقاتی که افتاده خیلی خستم. باشه، مهم نیست. یکم قدم بزنی؟ کجا؟ نمیدونم. اونجا مثلا. خوبه. باشه. من اگه توی قضیه‌ای باشم همه اونجا دنبال دردسر میگردن. با تو من دیگه واقعا توان مقابله ندارم. اون موضوع رو بستم رفت پی کارش. منظورم همچین چیزی نیست. در ضمن مگه فقط با تو به اون معناست؟ نه بابا. مگه میشه؟ با تو فداکاره، مهربونه، با تو نیکوکاره، خیلی خوبه. باشه در این مورد حق با توه. آره من دوست داشتن رو یاد نگرفتم. دقیقاً. ولی بعضی وقتا دوست داشتن رو امتحان کردم. واقعا دیدم خیلی سخته. بیخیالش شدم، ولی خب دوباره میخوام امتحانش کنم. به نظرم دوست داشتن این نیست. یعنی تو سختی فرار کردن و تو آسونی نشستن و زندگی کردن نیست. یعنی دکمه خاموش روشن نداره. کاش داشت، اما نداره. خاموش روشن نمیشه. مثلا من 20 سال بایرازو میخواستم. نمیتونم که فوری تو 2 روز فراموشش کنم. میتونم؟ یعنی فراموشش نمی کنی؟ یه عمر به یادشی؟ این مزخرف نیست؟ آره مزخرف خوب، ولی دوست داشتن چیزیه که میتونه یک طرفم باشه. کتاب نداره، قانون و شرط نداره. برای دوست داشتن فقط دوست داشتن کافیه. یه طرف هم میتونه باشه. بیخیال. به نظرم این موضوع رو ببندیم. به نظرم بهتره همیشه به فکر آینده باشی. به نظر من تو دختر، چطوری بهت بگم، دختری نیستی که
یه عمر به پای کسی که دوستت نداره بشینی. یعنی با کسی که قدر تو میدونه خوشبخت‌تر میشی. قدر من چیه؟ من به چه دردی میخورم؟ نمیدونم. حال منو خوب میکنی. مثلا خوشگلم که هستی. خوشگلم واقعا؟ خوشگلی، خیلی خوشگلی. به نظر من که چشمات خیلی خوشگله. زیبا نگاه میکنی، زیبا میخندی، خیلی متفاوتی. همه اینا نشونه خوشگلیته. تو واقعا زیبایی. مرسی بات، مرسی. ولی به جای اینکه این حرفا رو از تو بشنوم، از ته قلبم آرزو داشتم این حرفا رو از پایراز بشنوم. واقعا میگم تو قلبم یه چیزی مونده که هیچ وقت بیرون نمیره، هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم. خانواده هامون جدا نمیشن. من همیشه پایراز رو دوست خواهم داشت. در واقع بلد نیستم، نمیدونم غیر از این باید چی کار کنم. پایراز چطور بود؟ مادرت اومد. همه خیلی ناراحتن. چی کار کنیم پویراز؟ نمیدونم، هیچی نمیدونم. پویراز اینجوری نکن. بگو من چی کار کنم؟ من دارم دیوونه میشم. چی کار کنم؟ منم نمیدونم. خدا لعنت کنه. منم نمیدونم. من تو رو خیلی دوست دارم، فهمیدی؟ من تو رو خیلی دوست دارم. خیلی. منم تو رو خیلی دوست دارم، فهمیدی؟ منم تو رو خیلی دوست دارم. ولی ما هر کاری کنیم، هر راهی امتحان کنیم نمیشه. من نمیتونم ناراحتت کنم
نمیتونم از خانوادت جدات کنم، نمیتونم تنهات بذارم. من بدون تو نمیتونم. نمیتونم به تو زندگی که تو استانبول داشتی و بدم. پویراز، تو منظورت چیه؟ هیچ منظوری ندارم. هیچ منظوری ندارم. من هیچ منظوری ندارم. اما من مجبورم. میدونم نمیشه. میدونم هیچ وقتم نمیشه. برای همین بگو راحت شی، چون من دارم میمیرم. خواهش میکنم بگو راحت شی، بگو تموم شه، بگو دیگه، بگو پویراز، بگو دیگه. از هم جدا شیم حاضران. معذرت میخوام. نتونستم پای قولی که بهت دادم وایسم. نتونستم بهتر از این باشم. نتونستم چاره‌ای پیدا کنم آزیران. نمیتونم فراریت بدم. به کجا فراریت بدم؟ به فکر خونواده آمونم. من نمیتونم زندگیشونو به خطر بندازم. منو ببخش. اینجوری نمیشه. باشه، اینجوری با دوست داشتن نمیشه. باشه، باید ازت متنفر باشم، باید از دستت شاکی باشم. من ازت متنفرم پویراز، من ازت متنفرم. حاضران. نه، این حقیقت نداره. نه اینطوری نمیشه. نه زنگ بزن، نه حالمو بپرس. هم دیگر رو نبینیم وگرنه طور دیگه این نمیشه. حاضران نکن، با من این کارو نکن. اینطوری نمیشه. آره میشه، فهمیدی؟ دیگه به روی هم نگاه نکنیم وگرنه من نمیتونم پویراز. بهم قول بده دیگه به خونم نیای، بهم سنگ نزنی، تو چشام نگاه نکنی. منو دوست نداشته باش پویراز، چون من دوست ندارم. هر کاری میکنم تا دوست نداشته باشم پویراز. میخوام زندگی با ادامه بدم پویراز. نمیدونم چطوری ولی این کارو میکنم. تو هم مانع من نشو پویراز. تو رو خدا قول بده که دیگه پیشم نیای. قول بده پویراز. نمیخوام ببینمت. قول بده بهم پویراز. دیگه پیش من نیا پویراز. باشه. قول میدم. برای آخرین بار منو ببوس. Büyür yanımda, her adım her anımda. Gün olur sensiz, utanıp olmaktan bilerek yanarım aslında. Güler bana.
sanıp olmaktan bilerek yanarım aslında. Güler bana ağladım.